سلام به همه. حدود 4 ماه پیش شروع کردم به نگه داشتن یه دسته سوسک بمبزن. خیلی رو اعصاب و جنگجو هستن و عملاً میتونن یه مایع شیمیایی انفجاری بپاشن. اون مایع خورنده میتونه پوست رو بسوزونه و چند روز طول میکشه تا جای زخم درست حسابی خوب بشه. چطور با اون میزنن؟ وقتی حمله میشن، چند تا ماده شیمیایی داخل بدنشون ذخیره شده، با هم واکنش میدن و تقریباً فوری انفجار قوی ایجاد میشه. دمای واکنش حدود 100 درجه سانتیگراد میرسه. چند ماه پیش ترامیوم ساده براشون درست کردم و تا حالا خیلی خوب توش پیش رفتن. این سوسکا خودشون سمت آدم‌ها حمله نمی‌کنن. من از نگهداری این موجودای کوچیک و پر انرژی واقعا خوشم میاد. در واقع نگهداریشون کم دردسره و نیاز به کنترل خیلی سخت محیط یا دما ندارن. 4 ماه که گذشت ببینیم چی تغییر کرده. تعجب آوره. علاوه بر سوسکای بمزن، کلی مهمون غیرمنتظره توی تراریوم دارم. تعداد زیادی وودلایس یعنی همون شپش چوبی و خرخاکی تکثیر شدن که خیلی خوشگل و بانمکن. راستش من خودم این حشره ها رو وارد سیستم نکردم. احتمالاً از تخم هایی بودن که تو خاکی که از بیرون جمع کردن وجود داشتن و اینجا رشد کردن. جالب اینه که با سوسکای بمزن خیلی خوب کنار میان. تا حالا حتی یه بارم ندیدم سوسکا بهشون حمله کنن. ببین اونجا 2 تا خارخاکی دارن جفتگیری میکنن. خیلی وقتا میبینم که حشره ها توی این تراریوم یا دارن تولید مثل میکنن یا سر غذا با هم دعوا. هر دو گونه هم عمرشون نسبتاً زیاده، خیلی فعالن و برای نگهداری هم خیلی خوبن. حالا چطور باید به سوسک بمزن غذا داد؟ من یکی از سوسکا رو انتخاب کردم و گذاشتم توی یه ظرف شیشه‌ای جدا تا راحت‌تر بتونم رفتارش رو ببینم. بعد یه کرم غذا انداختم توی ظرف تا ببینم میخوره یا نه. یه مدت گذشت ولی دیدم اصلاً به شکار اون کرم علاقه نشون نداد. خب چرا اینجوریه؟ توی طبیعت سوسکای بمزن معمولاً کرم خاکی یا حلزون شکار میکنن. کرم غذا رو فقط وقتی میخورن که تیکه تیکه شده باشه. برای همین خیلی از حشره‌های دیگر رو میشه کنار سوسک بمزن نگه داشت تا وقتی که سالم و دست نخورده باشن. همین دیگه. اگه سوسکا خیلی گرسنه بشن، ممکنه برن سراغ حشره‌هایی که معمولاً کاری به کارشون ندارن. حالا سوال، یه سوسک بمبزن چند تا بمب میتونه پشت سر هم بزنه؟ وای، همین که سوسک رو گذاشتم تو ظرف شروع کرد به مدفوع کردن. به هر حال، برای اینکه بهتر نشون بدم بمبش چطوری کار میکنه، پس زمینه رو مشکی میکنم. وقت آزمایشه. توی این تست بیشتر از 10 تا بمب پشت سر هم شلیک کرد. واقعاً شگفت انگیزه. برای اینکه جزئیات بیشتری بگیرم یه دوربین جدید گرفتم. حالا بیایید همه چی توی اسلوموشن 120 فریم ببینیم. وای، اسپریش توی شیشه رد گذاشت و بوش دقیقاً مثل باروت بود. خیلی خاصه. این مواد بوی عجیب و غریبی دارن و خیلی سریع هم بخار میشن. در واقع بعد از مدت کوتاهی فقط یه لکه زرد کمرنگ باقی میمونه. روی کاغذم تقریباً هیچ ردی نمیذارن. خب وقتشه که یه سوسک رو معرفی کنیم به سوسک بمزن. هممون میدونیم سوسکا فوق‌العاده سرسختن و به عنوان آفت به شدت سخت از بینشون برد. حالا ببینیم وقتی سوسک بمزن با یه سوسک معمولی روبرو بشه چی میشه. واقعیت اینه که وقتی سوسک بمزن خیلی گرسنه نباشه، خیلی راحت با هم کنار میان. از طرفی هم سوسکا خیلی تند و فرز هستن و شکار راحتی به حساب نمیان. حالا اگه هم سوسک و هم سوسک بمزن رو نگه داریم و مجبور کنیم که سوسک بمزن مستقیم روی سوسک اسپری کنه، آیا این آفت سرسخت میتونه زنده بمونه؟ بریم ببینیم. چون ممکنه تصاویر واقعی برای بعضی بیننده ها ناراحت کننده باشه، به جاش از انیمیشن استفاده کردم. اما نتیجه خیلی متفاوت از چیزی شد که انتظار داشتم. بیایید حالا سوسک رو چک کنیم. خیلی اوضاعش بد به نظر نمیرسه. هنوزم عادی داره راه میره. واقعاً سوسکا فوق‌العاده مقاومن. شاید بشه گفت سرسخت‌ترین آفت‌های دنیا هستن. البته من اجازه ندادم سوسک بمزن زیاد بهش حمله کنه. فقط چند بار اسپری کرد تا ببینم چی میشه. من 100 تا سوسک خریده بودم ولی به خاطر گرمای شدید خیلیاشون تلف شدن. فقط این تعداد مونده. از نزدیک که نگاه میکنی اونقدر هم ترسناک نیستن. حتی یه جورایی بانمک به نظر میان. این هم یکی دیگه از سوسکای بمبزنه. همونی که چند ماه مثل حیوان خونگی نگهش داشتم.
حالا وقتی یه دفعه با یه عالمه سوسک روبرو بشه چی کار میکنه؟ میترسه یا نه؟ این سوسکا در واقع همون سوسکای غذایی هن که برای خوراک بقیه حیوانام خریدم، ولی تا حالا ندیدم سوسک بمبزن واقعا چه کارشون کنه. یه بار سوسکا و سوسک بمبزن رو توی یه محفظه نگه داشتم و مدت زیادی بدون هیچ مشکلی با هم زندگی کردن. اما این دفعه اوضاع یکم فرق داره. معمولاً سوسک بمبزن فقط وقتی سراغ سوسکا میره که تیکه تیکه شده باشن. ولی الان که با یه گروه کاملشون روبرو شده، یه علاقه عجیب به شکار کردنشون میده. شاید خیلی گرسنه است، ولی خب 3 روز پیش بهشون غذا دادم، پس نباید اون قدم گرسنه باشن. راستشو بخواین خودم هم دقیق نمیدونم جریان چیه. مشکل اینجاست که این سوسکای غذایی خیلی تندن و پوستشون هم لیزه. برای همین سوسک بمبزن حسابی توی گرفتنشون به درد سر افتاده. خیلی تلاش کرد ولی هیچ جوری نتونست یه سوسک رو بگیره. باورم نمیشد. آخرش یکی از سوسک‌های غذا رو گرفت و محکم نگهش داشت. خب وقتش حیوان خونگی کوچولوم غذای خودش رو نوش جون کنه. جالب‌تر اینه که بقیه سوسک‌ها هم می‌خواستن از هم نوع خودشون یه لقمه بدزدن. خیلی عجیبه. اوضاع حسابی شلوغ و بی‌نظم شد. برای همین سوسک بمبزن رو از جمع سوسک‌ها جدا کردم و دوباره گذاشتمش توی ظرف شیشه‌ای. این کوچولوها همیشه در حال دویدن و سر و صدا هستن. احتمالا خودشون هم گرسنه بودن. پس یکم غذا براشون آماده کردم. زیاد طول نکشید که یکی از سوسکای بمبزن غذا رو دید. انگار نگران بود یکی دیگه بدزده. واسه همین سریع برداشت و فرار کرد. این حشره‌ها حس بویایی خیلی قوی دارن. برای همین نگه داشتن غذا فقط برای خودش اصلاً آسون نیست. خیلی زود بقیه سوسکا هم برو گرفتن و شروع کردن دنبال باقی مونده ها دویدن. خبر خوب اینه که به همدیگه حمله نمی‌کنن. یکم سر غذا با هم جر و بحث میکنن. همین. این سوسکای بمبزن چند ماه تو همین تراریومن و تقریبا هیچ کدومشون نمردن. همشون سالم و سرحال هستن. وای یه خرهاکی هم اومده سر سفره تا یه لقمه بزنه. بیچاره خیلی ریزه. فقط تونست چند تا تیکه ریز ریز بخوره. خب حالا دوباره یکم دکور ساده میذارم تو تراریوم تا جای قایم شدن داشته باشن. آها، اینجوری خیلی بهتر شد. خب همین بود از قسمت امروز در مورد سوسکای بمبزن. ویدیوهای بامزه دیگه ای از حیوانه حیوانگی در راهه. مرسی که دیدید و حمایت میکنید. تا قسمت بعدی میبینمتون.